سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. قسمت سوم مدار منطقی هستیم توی بخش گیت های منطقی. در این بخش میخوایم درباره قانون دمورگان صحبت کنیم، اما قبلش یه مبحث کوچولویی داریم که زود درباره‌اش صحبت کنیم و به اون برسیم. افزایش تعداد ورودی های گیت های منطقی. درسته؟ من یکم برمیگردم به عقب. یادتونه توی گیت های پایه یا حالا ترکیبی، خب وقتی می‌اومدیم گیتاش رسم می‌کردیم میگفتیم خب این گیت مثلا گیت اند 2 تا ورودی داره، یه دونه خروجی داره. درسته؟ خب اگه دقت کنیم ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم چی بگیم؟ می‌خوایم بگیم که این ورودی میتونه بیش از 2 تا باشه، میتونه 3 تا باشه، میتونه 4 تا باشه یا بیشتر. درسته؟ خب اگه دقت کنید اومدم چیکار کردم؟ یه گیتی رو رسم کردم که از 2 تا گیت اند تشکیل شده. خب میام نامگذاری میکنم. ورودی اینجا رو میگم A، ورودی اینجا رو میگم B، ورودی اینجا رو میگم C. خب ببینیم چی شده. اگر A و B از این گیت رد بشه در این نقطه میشه A دات B. درسته؟ خب اینم که C. حالا این گیت هم 2 تا ورودی داره، یه دونه ورودی C داره، یه دونه ورودی A دات B داره که در این نقطه چه اتفاقی میفته؟ 3 تاش در هم ضرب میشه A دات B دات C. ببینید خیلی ساده است. شما اینجا 2 تا ورودی داری، 2 تا ورودی. اینجا چند تا ورودی داری؟ 1 ورودی. اینجا 2 تا ورودی داری، اینجا یه دونه ورودی داری. 2 تا ورودی با یه دونه ورودی میشه چی؟ 3 تا ورودی. 2 تا ورودی با یه دونه ورودی میشه 3 تا ورودی. که اگر بخوام شکل خلاصه این رو رسم کنم به این شکل میشه. سریع یه دونه اند میکشم که یه دونه خروجی داره، 3 تاش این شکل میکشم A B C. پس در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟ اومدیم یک گیت 3 ورودی، گیت 3 ورودی اینجا جا انداختم اند، گیت اند 3 ورودی ساختیم به وسیله چی؟ به وسیله گیت اند 2 ورودی. خب یک مثال دیگه هم بزنم که جا بیافته. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ از 3 تا گیت اند نوشته شده. خب بیا نامگذاری کنیم. اینجا رو A مینامم، اینجا میگم A، اینجا B، اینجا C، اینجا D. درسته؟ خب میگم A و B وارد این گیت میشه، در این نقطه به همون A دات B میده. در این نقطه چه اتفاقی میفته؟ C و D وارد گیت اند میشه، به همون C دات D داده میشه. حالا در این نقطه چه اتفاقی میفته؟ A دات B و C دات D دوتاش وارد گیت میشن، هر دوتاش که 4 تا مقدار در هم ضرب میشن، میشه A دات B دات C دات D. چه اتفاقی افتاد؟ دقت کنید 2 تا ورودی اینجا داریم، 2 تا ورودی اینجا داریم، 2 تا ورودی اینجا داریم. خب 2 تا ورودی اینجا میاد، 2 تا ورودی اینجا میاد، 2 با 2 میشه چند تا؟ میشه 4 تا ورودی. خب اگر بخوام شکل خلاصش رو رسم بکنم یه دونه اند میکشم، 1 2 3 4 تا ورودی بهش میدم، میشه A B C D. واسه این چی باید بنویسم؟ میگم گیت اند 4 ورودی به دست آوردیم یا رسم کردیم به وسیله چی؟ 2 تا گیت 2 ورودی.
با 2 تا گیت 2 ورودی گیت 4 ورودی تشکیل دادیم. پس افزایش تعداد ورودی گیت ها به این صورته. خب فقط یه نکته که وجود داره، من اومدم از گیت های اند استفاده کردم. شما میتونید از گیت های اور استفاده کنید یا نند استفاده کنید یا نور استفاده کنید، واسه اونها هم صدق میکنه این قضیه. اوکی. خب وارد بخش جدید میشیم، قانون دمورگان. قانون دمورگان 2 تا قانون داره که حالا یکی مورد بررسی قرارش میدیم. قانون اول میگه که عمل نات اگر بر روی عمل منطقی ان قرار گیرد تبدیل به اور می شود. قانون دوم میگه اگر عمل نات اگر بر روی عمل منطقی اور قرار گیرد تبدیل به اند میشه. خب قبلش اینجا من یه یادآوری کنم از دوران دبیرستان. خب توی دوران دبیرستان یادتونه مثلا ما داشتیم آ اجتماعش با بی یا آ اشتراکش با بی، درسته؟ خب یه چیزی داشتیم تحت نظر بار یا پریم، درسته؟ که اگر می اومدیم این بار یا پریم را در این عبارت لحاظ می کردیم تبدیل می شد به آ اجتماع با ب، می شد آ پریم اشتراکش با ب پریم. تو این قسمتم اگر پریم یا بار را لحاظ کنم میشه آ پریم یا آ بار اجتماعش با چی؟ بی بار، درسته؟ حالا دقیقاً اینجا هم همینه. چه اتفاقی افتاده؟ نات اینجا رو میبینی؟ ناتی که اینجا اومده این نات حکم همون پریم یا باری که تو یادآوری گفتیم داره، درسته؟ خب آقا یادتونه ما میگفتیم اند یعنی ضرب، به اورم میگفتیم چی؟ یعنی جمع، درسته؟ خب اگر این ناته بر روی عمل منطقی اند یعنی ضرب قرار بگیره اون را تبدیل میکنه به جمع. و همینطور پایینی میگه اگر نات بر روی عمل منطقی اور قرار بگیره یعنی بر روی جمع قرار بگیره اون رو تبدیل میکنه به ضرب. خب حالا اینو با شکل توضیح میدم تا بهتر جا بیفته. نگاه کنید. خب یه دونه گیت اند میکشیم به این صورت که 2 تا ورودی داره یه دونه خروجی داره، درسته؟ خب حالا ورودیمون آ و ب، درسته؟ خب میام خروجی گیت اندم یه دونه نات قرار میدم، درسته؟ خب بیا بررسیش کنیم. آ و ب ورودی های منن، وارد گیت اند میشن. نگاه واردش میشن یعنی فکر کن اینجایی. تو اینجا چه اتفاقی افتاده؟ تو اینجا داریم آ دات بی، درسته؟ خب وقتی میخواد از خروجی گیت بره بیرون و بیاد در این نقطه قرار بگیره باید نات بر روی اون عمل بکنه، درسته؟ یعنی وقتی میاد در این نقطه قرار میگیره میشه آ دات بی بار، درسته؟ میشه آ دات بی بار. حالا این باره یا پریمه میاد بر روی تک تک اینا چیکار میکنه؟ اثر میگذاره. خب بار به روی آ میشود آ بار، ضرب رو تبدیل میکنه به جمع، بی رو تبدیل میکنه به بی بار. یه سوال، این چیه؟ این اوره دیگه. خب همینطور واسه پایینی هم همینه. حالا واسه اور هم همینه. خب اول میم گیت اور رو رسم میکنیم به این صورت. خب 2 تا ورودی داره
به نام ورودی های آ و ب. خب خروجی. حالا میام چیکار میکنم؟ اینجا هم یه دونه نات لحاظ میکنم. خب یه بررسیش کنیم. حالا آ و ب وارد گیت اور میشه. چه اتفاق میفته؟ میشه آ به علاوه بی. درسته؟ خب حالا میخواد چیکار کنه؟ از این نات عبور کنه. برای اینکه بخواد از این نات عبور کنه باید این بار بشه. یعنی چی؟ یعنی میشه آ به علاوه بی بار. بار توش لحاظ بشه که در نتیجه خروجی ما میشه چی؟ این بار بر تک تک اینا اثر میذاره. آمون میشه آ بار، جمع میشه ضرب میشه دات، بی میشه بی بار که این همون چیه؟ انده. خب اما قسمت بعدی گفته که ساخت دروازه های منطقی با استفاده از نند. داستان چیه اینجا؟ اول یه دوره کنیم. نند چی بود؟ گفتیم نند از ترکیب اند با نات چی شده؟ به وجود اومده. اگه میخوام گیتش رو رسم کنم یه اینجوری بود، یه دونه اند داشت با یه نات ترکیب شده بود و به وجود اومد. درسته که ورودی آ و ب داشت و که خروجی وای. درسته؟ خب الان داستان چیه؟ داستان اینه که میگه که با استفاده از این گیته بیا نات، اند، دیگه اور، نور، ایکس اور، ایکس نور بساز. خب یعنی چی بسازم؟ یعنی ورودی که من به این میدم خروجیش نات باشه، خروجیش اند باشه و غیره. خب واسه حل این باید چیکار کنیم؟ اولین گام چیه؟ بیا گیت اون چیزی که میخوای بهش برسی رو رسم کن. خب الان چی داریم؟ نات داریم. درسته؟ خب میام گیت نات رو رسم میکنم به این شکل. این شد اولین گام. پس اولین گام رسم گیت. دومین گام چیه؟ بیا گیتی که کشیدی رو با گیتی که گفته با استفاده از اون گیت رو بساز مقایسه کن. یعنی بیا گیت نات و گیت نند رو با هم مقایسه کن. فرقشون چیه؟ تنها فرقی که بین این دوتا وجود داره این تک ورودیه، این دو ورودیه، وگرنه بقیه مواردش چیه؟ یکسانه. پس در نتیجه اگر من یه اینو تک ورودیش کنم خب به هم نات میده. خب سوال اینجا پیش میاد چجوری میخوای اینو تک ورودی کنی؟ به همین راحتی یه دونه اند میکشم، خب ناتشم بهش میدم. دو تا ورودی داره. درسته؟ ولی دو تا ورودی رو از یک منبع میگیرم به این شکل. این که اینجا رسم کردم شکل دیگر ناته که به وسیله نند به وجود اومده. الان اگر من اینجا آ وارد کنم به هم چی میده؟ آ بار میده. خب حالا میرسیم به مورد دوم. حالا گفته با استفاده از نند بیا اند بساز. گفتیم گام اول چیه؟ گام اول رسم گیته. خب گیتش رو رسم میکنم به این صورت. خب گام دوم چیه؟ مقایسه است. من میخوام خروجی گیت ننده اند به هم بده. درسته؟ خب مقایسه میکنم دو تا ورودی، این نات نداره، این نات داره. بچه ها اگر بخواد نند اند بده باید این ناتا رو نداشته باشه. درسته؟ قبول داری؟ خب من برمیگردم باز به یه یادآوری در دوران دبیرستان. یادتونه اگر آ پریم داشته باشیم یه پریمی دیگه بهش بزنیم قبول داری این دوتا میره؟ دقیقاً اینم همونه. اگر شما یه نات داشته باشی در یه نات دیگه ای ضرب بکنی این دوتا همدیگه رو چیکار میکنن؟ خنثی میکنن.
اینم همونه. خب یعنی باید چیکار کنیم؟ سریع اینو رسم میکنم، میگم خب من گیت نند رو رسم میکنم. خب این یه نات داره، یعنی چی؟ مگه اینجا آ باشه این ب باشه، اینجا میگه نمیشه آ دات بی. چرا؟ حالا اینجا اگر آ باشه اینجا بی باشه، خروجی اینجا میگه نمیشه آ دات بی بار. چرا؟ الان چه تفاوتی از هم دارن؟ این بار نداره، این بار داره. واسه اینکه بارشو از بین ببرن قبول داری یه ناتی بهش بزنم، نات با نات میگه همدیگه رو خونسا نمیکردن. دقیقا اینجا همینجور میشه. پس میام چیکار میکنم؟ الان نات چه ناتی باید وصل کنم؟ اینجا رسم کردیم دیگه، همین نات جلوی قرارش میدم. خب حالا اگر این وارد این کارخونه بشه چه اتفاق میفته؟ نات دیگه، نات با نات، یعنی در واقع اینجا توی خروجی ما میشه آ دات بی بار در بار. خب مگه این دوتا همو از بین نمی بردن؟ پس در نتیجه میشه آ دات بی. به اند رسیدیم. خب اما قسمت سوم اوره، اولین گام چیه؟ رسم گیته. خب گیتش چی بود؟ اینه، دوتا ورودی داشت، یه دونه خروجی داشت. اگه این آ باشه این ب باشه، خروجیمون میشه آ به علاوه بی. قبول داری؟ خب حالا من دوباره گیت نند اینجا میکشم چون صفحه قبل موند. خب با این باید مقایسه کنیم، این آ باشه این بی باشه، خروجیش هم وای. خب اینجا برامون سوال پیش میاد، چیکار کنیم؟ میگیم خب اول اینکه این ضربه، این جمعه، این نات داره این نات نداره، کلن باید بریزیم از اول بسازیم اینجا که مشخصه. خب دقت کنیم من چیکار میکنم. میگم خب یادتونه ما یه قانون خوندیم تحت نظر قانون دمورگان؟ گفتیم قانون دمورگان چیکار میکرد؟ میومد ضرب و به جمع، جمع به ضرب. میگم قبول داری این ناتی که اینجا وجود داره میتونم به عنوان قانون دمورگان بهش نگاه کنم؟ میگم خب باشه. اگر خب میگم قانون دمورگانه، میگم خب اگه اینجا آ باشه، آ میره وارد این میشم، به هم واردش میشه دیگه. خب اینجا میشه آ دات بی. اگه آ دات بی توش قانون دمورگان بشه، خروجیمون میشه آ بار به علاوه بی بار. درسته؟ تو این تیکه میشه آ دات بی دیگه، ولی وقتی بهش نات میخوره چه اتفاقی میفته؟ وقتی بهش نات بهش اعمال میشه یه بار میاد بالاش، در نتیجه اینو بهمون میده. اما یه مشکلی وجود داره. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اینجا خروجی من آ و ب من بار نداره. پس فهمیدی باید چیکار کنیم؟ اینا رو چیکار کنیم؟ ناتش کنیم که بیایم آ بار و بی بار واردش کنیم که وقتی که بار بهش خورد آ و ب بهمون بده. فهمیدی؟ پس رسمش کن. میشه اینو که وجود داره اوکی، اما دوتا ورودیه باید ناتشون رسم بشه، ناتشون وارد بشه. درسته؟ یه دونه واسه این رسم میکنی، یه دونه واسه آ، یه دونه واسه بی. خب یه گام به گام بریم جلو تا جا بیفته. خب اینجا آ وارد میشه، اینجا به هم آ بار میده. اینجا بی وارد میشه، به هم چی میده؟ بی بار میده. خب آ بار و بی بار در این نقطه چی میشن؟ میشه آ بار دات بی بار. درسته؟ حالا اینجا میگه ما نات نداریم. چرا؟ نات اگر بهش اعمال بشه میشه آ بار دات بی بار بار، که در نتیجه جواب نهایی من چی میشه؟
نات با آ بار میشه چی؟ آ بار داتو یعنی ضرب رو به جمع تبدیل میکنه، بی بار با باراشون با هم میره میشه چی؟ بی. اور ساخته شد. خب اما قسمت بعدی نوره. بچه‌ها مگه نور نبود اوره به علاوه نات؟ چرا؟ خب اور اینی که اینجا کشیدیم اور مگه نیست؟ چرا؟ یه ناتی باید بهش اضافه کنیم. یعنی اینو من میارم یه کپیش میکنم، اینجا قرارش میدم، دقیقا همونه. تنها فرقی که بینشون وجود داره چیه؟ من کمی خلوتش کنم، خیلی قاطی شده. فرقش چیه؟ این که یه ناتی انتهای اون قرار میگیره. خب اما قسمت 56 چون تایم ویدیو داره زیاد میشه، طولانی میشه، من گیت هاشون رو رسم کردم. خب دقیقا مثل قبلی هست دیگه، اول رسمش میکنی بعد با استفاده از اون مقایسه میکنی. این دوتا میشه گیت هاشون به وسیله نند که خروجی ها این ایکس اور میده، واسه این چی میده؟ ایکس نور میده. دوتاشون یکیه، تنها فرقشون اینه که چون این نات اضافی داره خروجیمون چی میشه؟ نات میشه. خروجیمون یه ناتی بهش اضافه میکنیم. بعد اینکه خب حالا خروجی های تک تک جلوی گیت ها رو نوشتم که در نهایت جواب این بهمون میده. خب اگه یکم ریز بشیم توی این گیت، از 4 تا گیت نند تشکیل شده که 2 تا ورودی آ و ب داره. خب دقت کنید به خروجی یک عبارت جبریه. اگر شما این عبارت جبری رو ساده کنید میرسید در نهایت به آ ایکس اور بی. خب این هم از قسمت سوم، انشاءالله که براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.